بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران دادیان درباره یعنی حیاتی امام اعظم بعضی انشاءالله خصوصیت های او بسته شما عزیزان. اولا انشاءالله خدا خواهد ما به دنیا آمدن امام اعظم که پدری پاک مادری پاک بود صحبت میکنیم از آن من. آوردن میگه روز خواجه ثابت میگه در لبی آب میگه نشسته طهارت میساخت، میگه ناگاه میگه بس آب سیب آب میگه خواجه همون سیب میگه گرفت و گزید. ناگاه میگه به خاطرش آمد که این سیب از کجاست و از آنی کیست و از باغی کیست. این سوال میگه حضرت سوال جواب در آورد میگه با فراغت خوردی با لحظت خوردی. روز قیامت از تو پرسیده شد که این سیب از کیست از آنی کیست و چی میگوی. این سوال حضرت بسیار انشاءالله یعنی چیکار کرد لرزان کرد. شاعر میگد خواجه سیب از آب بگرفت و گزید، ناگه در پیکرش مرغک دوید. من ندانم گفت سیب از باغی کیست، از عذابش چند می باید گریست. در قیامت گر کند از من سؤال، می شوم شرمنده پیش ذوالجلال. این خاطر حضرت انشاءالله چی در این لرزه درآورد و خواجه میگه طهارت تمام کرد و همون سیب میگه نیم گزیده گرفت، میگه لب آب بالا رفت تا اینکه آب باغ رسید. میگه مرد را دید که میگه در آن باغ میگردد و از وی سوال کرد. بابام پی برد و تقوای جوان، فر صالحان در او بود عیان. گفت بر خود دستم و دامان او، من ندیدم مرد دین همسانی او. وقتی که ندید میگه خواجه ثابت گفت من یک شرط دارم. بابام گفت شرطم همین است که دختری دارم. گفت دو گوشش کر یعنی دو چشماش کور، دو دستاش شش، دو پایاش فلج. اگر همین دخترم بزنی قبول کن من راضی میشم. گفت الا من راضی نیستم. خواجه ثابت گفتن برای یک گزیدنی سیب من این دختر رو چگونه گفتن قبول کنم. باز اندیشه کردن میگن که و گفتن که اگر چون این دختر رو در نکاح خود درارم بهتر باشد که بجای گزیدن یک سیب در روز قیامت درمانم. عزیزان من خیلی بزرگان میترسیدن بهتر آن باشد که من با اون نکاح کردم و آزاد گردم از گناه. گفتن خواجه نوشتم من باشد شما راضی هستم. آن وقت دو گواه آوردند و نکاح کردند. شب میگد یعنی بعدی نماز خوندن میگد همون دختری صاحب جمال میگه نزد ایشان در آمد. خواجه ثابت از این یعنی دختر دوری جست. گفت که با من نزدیکی نکن. گفت ای خواجه چرا از من دوری میجویی؟ گفت که پدرت وصفه که گفت برای من کرد تو تماما دیگر دختر استی. گفت من به شما معلوم میکنم. گفت دختر من تو را هستم عیال، از چی باید کرد پرهیز از حلال. من گفت خدا حلال کرده به ما به تو داد به یه وزی نکاح. گفت چرا از من پرهیز میکنی؟ خواجه گفت پدری تو همچنان یعنی تو را صفت کرد. دختر گفت اون پدری که من صفت کرد گفت من وقتی که از مادر تولد شدگی هستم یگان مردی بیگانه دیدگی نیستم. وقتی که من از مادر تولد شدم یگان کس سخنش شنیدگی نیستم. وقتی که من از مادر تولد شدم به کوچه برمدگی نیستم. وقتی من مادر تولد شدم یگان سه گرفتگی نیستم. عزیز خدا بینین خداوند از این دو شخصی بزرگ که میگد گفت زن میگد خدا شکر به خدا که تر من خدا مناسب دید بیا اکن من یک عبادت کردم. هرچون نماز شکرانه وصال یک دیگر خوندن و یک جایه شدن. الله سبحانه و تعالی از این دو انشاءالله شخصی با تقوا خدا ترس پرهیزکار یکی انشاءالله جوانی خوب که امام اعظم هست در 80 هجری یعنی 699 میلادی در شهر کوفه عراق الحمدلله شخصی بزرگ چشم گشاده است و به دنیا اومد و در تمام دنیا عزیزان من مشهور شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.